Salut tout le monde! Vous entendez déjà cette expression? Qui vaut la neuf, vaut la bouffe. C'est un proverbe français. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie celui qui commet de petits délits peut commettre de grands crimes aussi. سلام به همه. تا حالا ضرب المثل فرانسوی رو شنیدید؟ کی vaut la neuf, vaut la bouffe. کسی که تخم مرغ میدزده گاو هم میدزده. منظور این ضرب المثل اینه که کسی که الان کاری اشتباه کوچیک میکنه میتونه در آینده جنایت‌های بزرگتری هم مرتکب بشه. پس از الان باید مراقبش بود. به نظر شما ما تو فارسی این اصطلاح رو چجوری بیان میکنیم؟ برام پیغام بذارید. آخ وقت